ژوند شریعت غواړو په دنیا ژوند شریعت غواړو په دنیا د حق سپین کاروان عسکر یو د رحمان د حق سپین کاروان عسکر یو د رحمان. پس لیدنه چې امر بالمعروف د حکم کړی دی دا موږ ته هم اړینه ده او د جلا کول د پوهنتونونه او ښوونځي زموږ د لحاظه ډېر ښه شوی دی ځکه چې موږ شو کولی چې آزادانه په توګه موږ وګرځو کینو درس یا هم لطف الهی در این اواخر بیشتر با توجه به دستورات مسئولین امر بالمعروف و نهی از منکر هم از وزارت و هم از وزارت تحصیلات عالی این موضوع بیشتر به حمدالله مورد توجه قرار گرفته و ما سعی میکنیم و تلاش داریم که انشالله به حد لازم آنچه که خدا و سنت پیامبر از ما خواسته پیش بریم. نمیگوییم که 100% موضوعات کاملا آنگونه که باید و شاید اینجا رعایت میشه، اما در مقایسه با دیگر پوهنتون‌ها می توانیم با جدیت ادعا کنیم که حجاب اسلامی در قسمت خانم‌های محصل این پوهنتون بهتره و انشالله امیدوار هستیم که بهتر و بیشتر این مسیر را ادامه بدیم. در بخش حجاب باید بگوییم که یکی از امن‌ترین ساحه‌ای که بر ما ساختن بخش حجاب بوده. دختر خانم‌ها رو می‌بینیم که میتونن به درس خود برسن، میتونن گشت و گذار همراه محرم خود بکنن و همچنین یک ساحه وسیع فساد که بود رو از بین بردن و ماشاءالله ما میتونیم که راحت و آزادانه بیایم درس خود بخونیم، میتونیم به هر منطقی که خواسته باشیم بریم بدون از اینکه کسی ما را اذیت کنه، بدون از اینکه اذیت لفظی و فیزیکی شویم. از این الحمدلله خوشحال هستیم و پیشنهاد ما این است که بر علاوه مسائل حجاب که مراعات میشه ما امنیت ذهنی میخوایم، ما امنیت روحی میخوایم. وقتی که در یک ساحه میایم درس میخوانیم ترس ایره نداشته باشیم که چند لحظه بعد ما چی میشه، آیا زنده می باشیم نمی باشیم و کاملا یک ساحه امن روحی بر ما اساس قرار بدن که بتونیم به راحتی درس خود بخوانیم. و قسمی که میفهمین که علم فرض است، وقتی که علم فرض شد باید همراه همگی هماهنگ شوند، آرامش روحی بتن تا که در یک فضای آرام ما درس خود بخوانیم و دیگه حجاب مسئله است که همگی انشالله رعایت میکنن و از امارت اسلامی هم خواهشمندیم که امنیت مردم ما را تعیین کنند. حجاب که است یک امر اسلامی است. ای که شخصا من فکر میکنم تا جایی که مطالعه کردیم قرآن کریم خواندیم حجاب به این نیست که به نمایش گذاشته شود. حجابی است که انسان چشمش حجاب داشته باشه، عورتش حجاب داشته باشه. وقتی که در رسانه ها میبینیم که دختر خانمایی هستن به خاطر حمایت از یک نفری که به حجابی کرده حجاب خود میسوزانن، این کاملا نشان دهنده از این است که او انسان اصلا انسان نیست، باید در روی امی جهان نباشه. به خاطر که اگه یک انسان مسلمان واقعی معنی حجاب میفهمه، سوختاندن از او بر او مثل از این است که دین و ایمانش سوخته شود، مثل ازی که جانش ازش گرفته شود. حجاب به یک دختر مسلمان مثل اهمیت جانش داره. وقتی که حجاب میسوزانن به این منظور است که اونا نمیخواین امی آخرت خود در نظر بگیرن. ژوند شریعت غواړو په دنیا ژوند شریعت غواړو په دنیا ټول جهان راته یو شوی ذل جلال لرو پوکلک ایمان باندې سنبالیو.